که یهو اومد روم و شروع به بوسیدنم کرد. هر چقدر با دست پس زدمش جدا نشد. به هم میگفت عاشقتم، تو رو خدا به هم اجازه بده تمام وجودت برای من شد. سلام به کانال خودتون روایت داستان زندگی خوش اومدید. تمامی داستان‌ها واقعی و برای حفظ حریم شخصی از اسامی غیر واقعی استفاده شده. لطفاً زحمت سابسکرایب، لایک و کامنت رو شما بکشید. من نازنینم. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم یه چند وقتی واقعا باعث شده عذاب وجدان شدید بگیرم. نمیدونم چیکار کنم، شما راهنمایی میکنید. چند سال پیش بود، من حدوداً 16 سال داشتم. مشغول درس خوندن بودم و دوست پسر داشتن تو خونه ما حکمش مثل قتل. اون موقع وقتی میدیدم همسن و سالام دوست پسر دارن، با خودم میگفتم چطور میتونن به خودشون اجازه بدن یه نفر برای مدت کوتاهی وارد زندگیشون بشه و ازشون استفاده کنه و بعد بره. اون موقع داستانهایی میشنیدم از دوستام که یه پسر وارد زندگی یه دختری شده و به هر طریقی استفاده کرد و بعدم ولش کرد. این باعث شده بود من نسبت به پسرا متنفر بشم و ترسو و اصلا اجازه ندم هیچ پسری بهم نزدیک شه. حتی با اونایی هم که دوست پسر داشتم قطع رابطه میکردم. دلیلی نداشت این مدل آدما کنارم باشن. روزها میگذشت و من به خاطر این اخلاقم تنها تر میشدم. کم پیدا میشد دختری مثل من. دور خودم یه دونه دوست نگه داشته بودم که اونم مثل من بود. ما توی خانوادمون صله رحم زیاد داشتیم و اکثرا دایمینا تو خونه ما می اومدن و ما به خونه دایمینا می رفتیم. دایی حسنم از همون اول نسبت به من خیلی محبت داشت و همیشه هوامو داشت. یه پسر به اسم آتیلا هم داشت که تقریباً 5 سال از من بزرگتر بود. من با آتیلا زیاد شوخی نمی کردم و سرسنگین بودم، ولی با دایم راحت بودم. روزهای زندگی من می گذشت و من 18 ساله شدم. یه روز که توی خونه نشسته بودم تلفن خونه زنگ خورد. وقتی برداشتم دایم بود و گفت حالت چطوره؟ خوبی دایی؟ گفتم قربونت جانم. گفت من زنگ زدم تو رو برای آتیلا خواستگاری کنم. گفتم اول نظر خودتو بپرسم. جا خورده بودم و نمیدونستم چی بگم. مغزم از تجزیه و تحلیل حرفاش عاجز بود. صدا توی گوشم میپیچید ولی نمیفهمیدم چی میگه. بعد از یه مکث طولانی بهش گفتم دایی جان، آتیلا مثل داداشه واسه من. اونقدر که داداشمو دوست دارم اونم دوست دارم. عین برادر بزرگتر. نمیتونم بهش حسی داشته باشم. دایی ادامه داد میخوای الان تصمیمتو نگی و راجبش فکر کنی؟ گفتم دایی جان بی احترامی نشه یا اینکه فکر کنی من از آتیلا بدم میاد. نه، ولی خب فعلا قصد ازدواج ندارم. دایی دوباره ادامه داد باز من ترجیح میدم که بیشتر راجبش فکر کنی. من سکوت کردم و به خاطر اصرار دایی یه باشه الکی گفتم. اینم بگم دایمینا از نظر موقعیت اجتماعی خیلی مرفه بودن و پولدار. پسر دایمم توی شرکت استخدام شده بود و از سربازی هم معاف شده بود. همه چی بر وفق مرادشون بود. گزینه مناسبی هم برای ازدواج بود. ولی من اصلا برای ازدواج ملاکم اینا نبود. چند روزی گذشت و تا اینکه پای مامانم کشیده شد وسط. یه روز اومد و بهم گفت که پسر داییت از نظر مالی خیلی خوبه. آشنان، فامیلن و شروع کرد به زدن مخ من. منم هر چقدر که مخالفت میکردم بی تأثیر بود.
صحبت‌های ما 4-5 ساعت طول کشید. من گفتم فکرامو میکنم و خبر میدم. با دوستم مهسا موضوع رو در میون گذاشتم. خواستم ازش یکم راهنمایی بگیرم که اونم گفت به نظرم صحبت کردن باهاش فکر نمی کنم مشکلی رو ایجاد کنه. نهایتاً اگه به درد هم نخوردید که به مامانت نظرتون میگی. بالاخره اصرارهای مامان و دایی و نظر مهسا باعث شد تا من به مامانم بگم آتیلا میتونه برای صحبت بیاد، به شرطی که کسی از صحبتامون اطلاعی نداشته باشه و خصوصی بمونه. مامانم به داییم اطلاع داد و آتیلا 2 روز بعدش زنگ زد و گفت فردا میتونه برای صحبت بیاد. اون روز مامانم همه افراد خونه رو به بهونه‌های مختلف فرستاد بیرون. آتیلا اومد و موقعی صحبت کردن خیلی سر به زیر بود. خجالتی بود و باعث میشد هم خندم بگیره هم منم احساس خوبی نداشته باشم. آتیلا مدام از عاشقانه ها صحبت میکرد. سعی میکرد از آینده خیالم رو راحت کنه. میگفت من به تموم آرزوهام رسیدم و آخرین آرزوم تویی. به تو هم میرسم و میتونم کمکت کنم تو هم به همه آرزوهات برسی. قشنگ صحبت میکرد. اما من به اندازه کافی راضی نبودم. به مامانم گفتم یه مدت با هم بیرون بریم تا بتونیم بیشتر همو بشناسیم. دیگه رفت و آمدای من و آتیلا شروع شده بود. هیچ جای شهر نبود که با هم نرفته باشیم. توی این مدت آتیلا خیلی نسبت به من علاقه نشون میداد و وابسته شده بود، ولی من هیچ حسی بهش نداشتم. زمان میگذشت. من بالاخره اوکی دادم و نامزد کرد. وقتی خبر نامزدی من توی فامیل پیچید همه شوکه شده بودن. آخه من میگفتم قصد ازدواج ندارم. دوران نامزدی من و آتیلا ماه عسلمون رو توی جزیره کیش گرفتیم. یه هتل نزدیک به دریا رزرو کردیم و مثلا خوش میگذروندیم. یه روز که کلی تو دریا گشت و گذار کرده بودیم و خسته شده بودیم، آتیلا گفت بریم هتل، خسته شدم. وقتی رفتیم اونجا ازم رابطه جنسی خواست و من دست رد به سینش زدم. گفتم اگه این کار کنی دیگه باهات صحبت نمی‌کنم. خیلی ناراحت شد و گفت من اینقدر دوست دارم، چرا با من این کار میکنی؟ تو خانوم منی، زن منی، من این حقو دارم. و از این حرفای عاشقانه زد و من مجبور شدم انجام بدم و رابطه جنسی برقرار کنم باهاش. توی اون مدت همش اشک میریخت. نمیدونم چرا، ولی انگار حس میکردم بهم تجاوز شده و نباید این کار انجام بدم. بعد از اون با آتیلا قهر کردم و گفتم باید بلیط بگیری و منو برگردونی خونه. هر چقدر خواهش و التماس کرد جواب رد بهش میدادم. گفتم من باید برگردم خونه. بالاخره برگشتیم خونه. من رفتم خونه مامانم. اون مدت که قهر بودیم آتیلا هر روز با شاخه گل می اومد خونه. یا که مامان باباشو میفرستاد واسه دلجویی و آشتی کردن. بهشون گفته بود بحثمون شده و از این رفتارش که پنهان کرده بود علت قهرمو خوشم اومده بود. بالاخره بعد از تلاش‌های زیادش و عاشقانه‌های بیش از حدش باهاش آشتی کردم. ما 2 ماه بعدش ازدواج کردیم و مراسم ازدواجمون رو توی بهترین تالار شهر گرفتیم. همه چی کامل بود. دایمینا کرد بودن و رسم کردها اینه که عروس نیاز نیست جهیزیه با خودش بیاره. یه جورایی بخوام خلاصه بگم همه خرج‌ها رو خودشون انجام میدن. توی مراسم عروس کشون همه خوشحال بودن و بوق میزدن، ولی من ناراحت بودم. آخه هیچ حسی به اسم عشق نداشتم توی وجودم. اون شب کذایی که مثلا باید بهترین شب عمرم میشد تبدیل شده بود به شبی که یه ثانیه‌اش مثل 1 سال رد میشد.
من و آتیلا توی خونه خودمون بودیم. بعد از 6 ماه دیگه از عاشقانه ها خبری نبود. انگار نه انگار من سال اول ازدواجم بود و باید بهترین لحظات زندگیم باشه. دیگه گل نمیخرید برام. از عاشقتم و دوست دارم ها خبری نبود. خسته از سر کار برمیگشت و میافتاد روی مبل. کانال تلویزیون رو عوض میکرد. انگار نه انگار من زنشم یا تو اون خونه هستم اصلا. هرچی هم بهش میگفت من خیلی حواسم بهت هست، خیلی بهت توجه میکنم. میگفتم بابا تو میای خونه سرجم نیم ساعتم صحبت نمی کنیم. مامان بابامو ببین 20 سال با همن ولی چقدر عاشقن. گفت چشمو. 2 روز اول خوب بود و باز انگار که حرفی زده باشه. یه روز که خونه دایم دعوت بودیم خودمو یه مقدار آرایش کرده بودم و داماد دایمینا هم اومده بودن که توی حیاط داماد دایم که اسمش علی بود به شوخی بهم گفت نه بابا میشه روت حساب کرد. یه چیز عادی بود، کلن خانواده دایمینا شوخ بودن. گفتم باز میشه رو من حساب کرد، تو رو باید کلن بکوبن از نو بسازن. یه مقدار شوخی کردیم و شبش پیام داد. صحبت‌های ما شروع شده بود ولی من همیشه حد رو نگه می‌داشتم. یه روز بهم گفت نازنین، میخواستم یه چیزی رو بهت بگم. گفتم بگو. گفت من چند وقتیه حس میکنم دوستت دارم. منم در جواب بهش گفتم من شوهر دارم، تو هم زن داری، بهتر صحبتامون کمتر بشه که سوء تفاهم پیش نیاد. اون روز مدام زنگ میزد و همش عذرخواهی میکرد ولی به پیام دادنش ادامه داد. از طرفیم من اینقدر گدای محبت آتیلا رو کرده بودم که تشنه محبت بودم. هرچیم به آتیلا میگفتم میگفت من همینقدر در توانمه، بلد نیستم. میگفتم خب یاد بگیر. میگفت باش و باز از فرداش همون آش و همون کاز. 2-3 ماهی همینطور گذشت. آتیلا نه منو بیرون میبرد نه سفری. خسته شده بودم ازش و به علی پیام دادم. دیگه فقط میخواستم با هم حرف بزنه و آرومم کنه. منی که اجازه نمیدادم هیچ کس حتی شوهرم به هم نزدیک بشه، جرأت پیدا کرده بودم باش بیرون برم و به شوهرم خیانت کنم. حس بدی داشتم. هر بار که میخواستم قطع رابطه کنم علی با گریه و زاری میگفت که بمونیم و با هم قطع رابطه نکنیم. از طرفیم آتیلا انگار نه انگار همون آدم سابق. یه روز که بیرون رفته بودیم علی گفت نهار رو بگیریم و بریم خونه بخوریم. منم باش همراهی کردم. رسیدیم خونه و بلا فاصله روی میز ناهارخوری وسایل رو چید. مشغول خوردن نهار و صحبت شده بودیم. نهارمون که تموم شد توی اینستاگرام مشغول چرخیدن بودیم که یهو اومد روم و شروع به بوسیدنم کرد. هر چقدر با دست پس زدمش جدا نشد. به هم میگفت عاشقتم، تو رو خدا به هم اجازه بده تمام وجودت برای من شد. اون روز ما رابطه جنسی کامل برقرار کردیم و حس عذاب وجدان شدیدی برام به وجود اومده بود. سریع رفتم خونه و یه دل سیر گریه کردم. از شانس بدم همون روز آتیلا حس محبتش گل کرد و نزدیکم شد. وقتی به هم دست زد جیغ کشیدم و گفتم جدا شو ازم. حس می کردم اون یه فرشته است و من یه هرزه و اگه به هم دست بزنه اونم نجس میشه. آتیلا گریه کرد که تو چته؟ من در جواب فقط گریه می کردم. روز بعدش علی پیام داد و ازم معذرت خواهی کرد. منم فقط می گفتم که بره. گفت با هم ازدواج کنیم، طلاق بگیر، منم طلاق می گیرم. گفتم زندگی با تو رو روی خرابه 2 زندگی بنا کنم نمیخوام. با علی قطع رابطه کردم و افسرده شده بود. به پیشنهاد یکی از دوستام به یه تراپیست رفتم. همه زندگیمو براش تعریف کردم. اونم راه حل میداد.
میگفت چون ناخواسته ازدواج کردی و آتیلا بلد نبوده چطور همسر خوبی باشه، این اتفاق برای شما افتاده. راستم میگفت. من به عنوان یه زن فقط نیاز جنسی یا مالی نداشتم. آتیلا بلد نبود نیاز عاطفی منو ارضا کنه. خانم تراپیست ما رو به یه مشاور خانواده ارجاع داد. آتیلا رو چندین جلسه مشاوره کردن تا بهتر شد و یاد گرفت چطور به من عشق بورزه. ولی من هنوز احساس بدی نسبت به خودم داشتم. حس میکنم بهش خیانت کردم و عذاب وجدان رهام نمیکنه. خب دوستای گلم، همراهان عزیز، این روایت مخاطبی هم که واسمون ارسال کرده بود به پایان خودش رسید. واقعا بعضی وقتها نمیشه آدم ها رو قضاوت کرد. نمیدونم واقعا بابت این روایت چی بگم، چه حسی داشته باشم. فقط میدونم که باید بابت سرگذشتی که این بنده خدا داشته افسوس خورد که چطور والدین میان و حالا نمیگم ازدواج سنتی بده، چرا خوبه، مزایا و معایب خودشو داره، ولی اینکه تو عمل انجام شده قرار بدین و نظر خودتون رو تحمیل کنید باعث میشه اتفاقای اینجوری بیفته و بنای یه زندگی رو به نابودی بره. امیدوارم فرهنگ‌های غلط و طرز فکرهای اشتباه درست شه و کمتر، نمیشه بگیم اصلا، ولی خب کمتر شاهد این موضوعات باشیم. ما این کانال رو بنا کردیم تا شما روایت‌های این داستان‌ها رو بشنوید و ازشون درس عبرت بگیرید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی دیگر، بدرود.